اقتصادی برگزار گردید که در آن هیئت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست سروزیر مملکت قاهر رسولزاده اشتراک نمودند. گزارش همکارانمان در این خصوص. کاری جلسه هشتمی کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی با ملاقات خاصه رهبران هیئت‌های رسمی آغاز گردید. در کاری جلسه هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری سروزیر مملکت قاهر رسولزاده و هیئت جمهوری ازبکستان تحت رهبری سروزیر جمهوری ازبکستان عبدالله آریپوف اشتراک نمودند. سیاست، تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری، صنعت، معارف و علم، فرهنگ، صادرات و واردات محصولات، تندرستی، راه آهن و گمرک از جمله مسائلی بودند که در جلسه نوبتی مورد بررسی قرار گرفتند. جانب‌ها بلند برداشتن نقش کمیسیای بین حکومتی اوید به مسائل تجارتی و اقتصادی را جهت تطبیق هدف‌های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف ضرور شمردند. جمهوری تاجیکستان دورنمای رشد اقتصادی، موقع جغرافی و اینچنین مناسبت‌های تاریخاً تشکل یافته خلق‌های دو کشور را به اینابت گرفته به رشد و تحکیم من بعده همکاری‌های متقابلاً سودمند با جمهوری ازبکستان توجه ظاهر می‌کند. اساس زمینه شرطناموی و حقوقی مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و ازبکستان را 111 سند و سازشنامه تشکیل می‌دهد که از سال 1992 تا امروز در سطح بین دولتی، بین حکومتی و بین ساحوی به امضا رسانیده شده‌اند. سندهای قبول گردیده سمت‌های مهمی همکاری را در بر گرفته برای رشد و توسعه منبعده رابطه‌های دوجانبه، شریک استراتژی، ساحه‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و دیگر جنبه‌ها زمینه مستحکم حقوقی فراهم ساخته است. مورد ذکر است که جمهوری ازبکستان یکی از شریکان پیشرفت اقتصادی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته حجم گردش مال میان این دو کشور دوست در سال 2020 333.8 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل نمود که در سمت رده‌بندی کشورهای با تاجیکستان مبادله مال و محصولات داشته موقع سوم را اشغال می‌نماید. تاکید کرده شد که نوابسته از نتیجه‌های به دست آمده امکانیت‌های تا حال استفاده نشده برای رشد همکاری‌های تاجیکستان و ازبکستان زیاد بوده استفاده مقصدناک ظرفیت‌ها به منفعت کار دانسته شد. در آخر کار جلسه هشتمی کمیسیای بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان سندهای لازمه به امضا رسانیده شد. тавре хабар дода будем боронгариҳои шадиди рӯзҳои 11 ва 12 май ба амал омада ба хоҷагии халқи мамлакат ҳисороти бузург расонид. аз ҷумла дар гурӯҳи калони шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон борони шадид боиси обхезӣ ва омадани сел гардид. мутаассифона офати табиӣ дар чанд шаҳру ноҳияи ин вилоят талафоти ҷонӣ ҳам дар пай дошт. бояд зикр намуд ки дар нахустин рӯзҳои сар задани ин ҳодиса аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба зарардидагони офати табиӣ кӯмаки моддӣ расонида шуд. дар партави ин иқдомҳои башардӯстона сокинони мамлакат низ ба зарардидагон дастиёрӣ дароз мекунанд. инак корвони навбатии кӯмакҳо аз чанд минтақаи ҷумҳурӣ дар шаҳри Кӯлоб ворид гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. аз лаҳзаи ба вуқӯъ пайвастани офати табиӣ дар шаҳри Кӯлоб 4 рӯз сипарӣ шуд ва ситоди ҷумҳуриявӣ барои муайян намудани хисороти расида корбарӣ карда истодааст. қувваву воситаҳои ҷалбгардида ба тоза кардани роҳу кӯчаҳо, ҳавлиҳою манзилҳои истиқоматӣ ва ҷӯйборҳо машғуланд. ҳамзамон ҳамарӯза аз гӯшаю канори кишвар барои зарардидагон кӯмакҳо ворид шуда истодааст. дар ин рӯзҳо шаҳрвандон мекӯшанд ба сокинони шаҳри Кӯлоб ки аз офати табиӣ зарар дидаанд дастиёрӣ дароз кунанд. ҳамина корвони мошинҳои пурбор аз вилояти автономии Бадахшони кӯҳӣ ба шаҳри Кӯлоб расид. сокинони Бадахшон ба он назаранд ки бояд ҳамеша дастгири ҳамдигар бошем ва дар рӯзи сахтӣ паҳлӯ ба паҳлӯ истода мушкилиҳоро паси сар намоем. мо шоҳиди он будем ки соли 2015 дар дарраи Барсем ноҳияи Шуғнон сел ки фуромад, сокинони шаҳри Кӯлоб ба мо бисёр ёрдам карданд ва мо ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунем. аз ҳамин лиҳоз мо ҳам овардем ки ёрдами кӯчаки худамонро овардем ба шаҳри Кӯлоб.
در این روزهای برای ضرردیدگان شهر کلوب خیلی وزنین ساکنان ناحیه‌های تابع مرکز از جمله ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد، نورآباد و لژ و فیض‌آباد و سنگوار در کنار نایستاده مواد خوراکی و جهاز خانه و اشیاء روزگار را توسط قطار ماشین‌ها به کلوب روانه کردند. با شرافت سیاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امروزها وحدت ما پابرجا و مستحکم شد. بنابراین سبب مردم ناحیه‌های منطقه رشت برای دستگیری نمودن مردم شهر کلوب که روز 11 می سال جاری آفت طبیعی رخ داد یک قطار موادهای خوراکی به مردم شهر کلوب آوردند. امروز مردم سربلند ناحیه نورآباد برای دستگیری به مردم شریف ولایت ختلان از یک کاروان بشردوستانه که از قبیل آرد، روغن، پیاز، کارتوشکا، جهازهای روزگار، کورپای و کورپاچه و دیگر نمود لوازمات با اشیاءهای روزگار به شهر کلوب کمک خود را رساندند. مردم ناحیه لژ که عبارت از دو اقلیت میباشند قرغیز تاجیک همیشه درباره مردم شهر کلوب بوده. سیاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سرمشق خود نموده تصمیم گرفتند که با مردم باستانی شهر کلوب کمک‌های خود را برسانند. ورود کمک‌های بشردوستانه از دیگر منطقه‌های جمهوری تاجیکستان به شهر کلوب ادامه دارند و سنه 15 می نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی و تشکیلات و سازمان‌های بین‌المللی مقیم تاجیکستان با راهبردی معاون اول سروزیر جمهوری تاجیکستان به شهر کلوب آمده از وضع موضع‌های از آفت طبیعی خسارات دیده آگاه شدند. اینچنین با ساکنانی که بر اثر سیل ضرر دیدند هم صحبت شده آمادگی خویش را برای رسانیدن کمک ابراز داشتند. طور ذکر کردیم امروز در سراسر دنیا از جمله در کشور ما روز بین المللی عائله تجلیل کرده شد. چهاربینی تنتنوی ولایت مختار کوهستان بدخشان با مناسبت روز عائله در مرکز ولایت شهر خاروق برگزار گردید. خاصیت خدایار بگزاده موضوع را ادامه می‌دهد. امسال نیز با افتخار روز عائله در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان چهاربینی خاطرمان دایر گردید که در آن بابت موقع عائله و عائله‌داری در جامعه امروزه دولت تاجیکان مهمترین قانون‌های حکومت جمهوری تاجیکستان بابت عائله‌داری پند و اندرز بزرگان تجربه سالاران عائله‌های سالم ابراز اندیشه بیان گردید. گفته شد که عائله این در همبستگی زندگی کردن و مبارزه بردن است و عائله اینچنین باوری به آینده نیک آدمان می باشد. مؤسس چهاربینی شعبه ریاست اسناد حالت شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده مهینه عزیز بگزاده مدیر این شعبه اظهار داشت که عائله این نمونه عالی‌ترین حیات یکجایی انسان ها می باشد. چهاربینی از بخش‌های گوناگون عبارت بوده در آغاز آن از آثار نیاگان بابت عائله و موقع آن در حیات انسان ها اقتباس ها آورده شدند. گفته شد که درباره اخلاق عائله داری نیاگانمان در آثار خویش عاید پیدایش عائله و مناسبت‌های بین عائلوی سخن گفته عائله را محک اساسی بردوامی نسل بشر معنی داد نمودند. بیهوده نیست که روز عائله در فصل بهاران جشن گرفته می شود زیرا که احیای طبیعت زنده شوی تمام موجودات زنده و برپاکنی عائله ها و با همین موضوع حکومت کشور نیز دقت مخصوص روانه می سازد و پیشوای معظم ملت نیز بارها در سخنرانی هایش تاکید هم نمودند که عائله که سالم است جامعه سالم است. در چهاربینی گفته شد که عائله نیکو و فرهمند این پیش از همه پاس داشتن خاطر کهنسالان پدر و مادر تامین خوشحالی خرد و بزرگ عائله عدالت و شفقت نسبت به همدیگر می باشد. عائله این پیش از همه باوری به خود و به نزدیکان می باشد. وطن سر می شود از گهواره ز شیر و گرم و از پستان مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخت از دستان مادر. بلی وطن از آستانه خانه سر می شود که مغز اساسی این مفهوم مقدس را عائله تشکیل می دهد. عائله در فرهنگ مردم کهن بنیاد تاجیک یک رکن مقدس اعتراف گردیده است زیرا بهترین ارزش‌های انسانی از قبیل محبت و صداقت
صمیمیت و وفاداری محض در اویلا تشکل می‌یابد. در تطبیق طلبات سیاست اجتماعی دولت تاجیکستان سه عامل اساسی به همدیگر زیچ علاقمند هستند: اویلا، مکتب، جامعه. این سه عامل در همبستگی زیچ فعال باشند تا که اویلا سالم، جامعه سالم و نسل سالم تشکل می‌یابد. و در ماده 33 کنستیتوسیا گفته شده است که هر کس حقوق تشکیل اویلا دارد. دولت اویلا را همچون اساس جمعیت حمایت می‌کند. همزمان در چورابینی صحیفه از مراسم سنتی سرتراشان پیشکش حاضرین گردانیده شد که بسا جالب بود. مراسم کاکلبافی نیز بسا خاطرماند و جالب منظور گردید که پسند جمع آمدگان گردیده بود. مراسم دیگر این چورابینی آوردن عروس به خانه داماد بود که با سرودن سرودهای خلقی سنتی این مراسم که میراث از نیاگان تاجیکان کوهستان هستند پیشکش حاضرین گردانیده شد. الله مادر که در آن صدای قلب نازک مادرانه، صمیمیت و مهربانی های مادر تاجیک، نیت های نیک و یک جهان امیدهای پاک مادران این سرزمین بیان گردیده بود، بهترین بخش این چاره‌بینی دانسته شد. در انتهای چاره‌بینی معاون رئیس ولایت مختار کیستان بدخشان نظیره امیربکزاده برای نوخانه‌داران شهادتنامه عقد نکاح تقدیم نموده برای آنان آسودگی خاندان، همدیگر فهمی و اقبال بلند و خدمت‌های شایسته در راه سازندگی و بنیادکاری وطن تمنا نمود. اینچنین برای طفلان نوزاد شهادتنامه تولد با تحفه‌های ارزنده تقدیم کرده شد. در چاره‌بینی معاون رئیس شهر و نمایندگان حکومت شهر، نمایندگان حکومت ولایت و کارخانه و اداره‌ها، عائله‌های سالم شهر و ناحیه‌ها، فرزندان برومند دیار، نوخانه‌داران، عائله‌های جوان، سابقه‌داران مهنت و نمایندگان طبقه‌های گوناگون جامعه اشتراک نموده به برخی از اشتراکداران که زندگی نامه آنها با تاریخ و صحیفه‌های سازندگی وطن تفهمی دارد، تحفه‌های خاطروی تقدیم گردیدند. در گروهی شهر و ناحیه‌های وادی حصار نیز به مناسبت روز اویلا چاره‌بینی‌های باشکوه برگزار گردیدند. از جمله در شهرهای ترسونزاده و حصار و ناحیه‌های رشت طبق عنعنه نیک در این روز مراسم عقد نکاح چند جفت جوان برگزار گردیده، همزمان به چند کودک نوزاد در وضعیت تنتنوی شهادتنامه تولد و تحفه‌های خاطرماند تقدیم کرده شد. گزارش نوبتی ما را در این خصوص تماشا کنید. اویله‌های نمونوی و نوخانه‌داران جوان از حدود شهر و جماعت دهات شهر ترسونزاده جمع آمده با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی و وحدت ملی در این چاره‌بینی اشتراک نموده روز اویلا را با تنتنه قید کردند. سروران اویله‌های مذکور دایر به حیات اویلوی خود سخنرانی نموده با نوخانه‌داران جوان دعاهای نیک کردند که همه اویله‌ها دائم تنج و آسوده زندگی نمایند. ضمن سخنرانی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر قید نمودند که اویلاداری از احترام و همدیگر فهمی زن و مرد سرچشمه میگیرد و تنها رعایت این شرط‌های زندگی میتواند اویلا را سالم نگاه داشته فرزندان آنها را در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی به پایان رساند. تاکید شد که امروز پیشرفت جامعه نیز از اویلای سالم وابستگی دارد. طرف بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شهر ترسونزاده یک چند تا اویلاهای نوبنیاد و با کودکان نوزاد شهادتنامه تولد، شهادتنامه عقد نکاح تقدیم کرده شده. این هم باشد با مقصد هوسمند گردانی اویلاها برای با قیدگیری عقد نکاح قانونی و با کودکان نوزاد سر وقت شهادتنامه تولد آنها را گرفتن و با آنها ما نسب‌های عنعنه‌های ملی تاجیکی نامگذاری کرده با آنها تقدیم کردیم. اینچنین طبق نقشه چاره‌بینی‌های بخش ثبت اسناد حالت شهروندی درباره سر وقت گرفتن شهادتنامه نکاح، سر وقت مراجعت کردن، گذشتن از نکاح قانونی، طبق نام‌های ملی تاجیکی به قید گرفتن نوزادها کارهای فرماندهی برده می شود و با آنها مصلحت‌های حقوقی داده می شود. چنین یک چاره‌بینی با اشتراک دایره وسیع ساکنان شهر و ناحیه‌های حصار، شهرینو، ترسونزاده در فراغتگاه شرشره شهر حصار نیز تشکیل و گذرانده شد. در این چاره‌بینی نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت عدلیه، وزارت فرهنگ، کمیته کار با زنان و عائله، وزارت معارف، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی منطقه حصار اشتراک و سخنرانی نمودند.
ضمن سخنرانی قید کرده شد که آبادی وطن از آبادی هر خاندان عائله ابتدا میگیرد و آبادی خاندان باشد از فرزندان سالم و صالح با خیرت و فرزانه سرچشمه میگیرد. از این رو می‌سازد که درباره سالمی جامعه پایداری عائله‌ها تلاش ورزیده برای هویت ملی بقای دولت هر یک نفر جامعه شهروندی سهمگذار باشند. از جانب نمایندگان به نوخانه‌داران شهادتنامه عقد نکاح و به کودکان نوزاد شهادتنامه تولد و تحفه‌های خاطروی سپرده شد. امروز از طرف بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شهر حصار و از طرف جماعت‌های شهرک و دهات به 11 نوخانه‌داران شهادتنامه عقد نکاح در فضای تنتنه تقدیم کرده شد و زیاده از 22 کودک نوزاد با شهادتنامه تولد تامین کرده شدند که امروز اجرایش قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری اسناد حالت شهروندی تامین گشته ایستاده است. امروز کودکان نوزاد ما تا 3 ماه با شهادتنامه تولد تامین کرده می شوند. خرسندی حاضرین در آن بود که در جشنگیری روز عائله‌های سابقه عائله‌داریشان از 10 ساله تا 60 ساله که طرز عائله‌داریشان صادقانه بوده باعث نمونه دیگران میباشد دعوت کرده شده. از جانب بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شعبه کار با زنان و عائله نزد مقامات محلی به آنها تحفه‌های خاطروی سپرده شد. از جانب کارمندان بخش فرهنگی شهر و ناحیه‌های شهرینو، حصار و ترسونزاده یک برنامه فرهنگی فراغتی پیشکش مهمانان گردانده شد. در ناحیه رشت بخشته به روز عائله چهاربینی برگزار گردید. در چهاربینی نمایندگان مقامات اجرایی اشتراک و از قانون نموده اشتراکیان چهاربینی به مناسبت روز عائله شادباش نمودند. معروضه‌چان در موضوع جنبه‌های حقوق عائله‌داری، سندهای معیاری حقوقی داری به حفظ حقوق شهروندان معروضه نمودند. در معروضه‌ها راه‌های پیشگیری جداشوی عائله‌های جوان و نقش اهل جماعتچگی در بنیاد عائله سالم فکر و ملاحظه‌های سودمند بیان گردیدند. وظیفه اساسی پدر و مادر در نزد جامعه تربیت فرزندان در روحیه وطن دوستی و اخلاق نکو بوده. والدین باید برای فرزندان شرایط مساعد تحصیل و آموزش کسب و هنر را فراهم آورند. سپس سروران عائله‌های نمونوی به سخن برآمده از تجربه زندگی خود به جوانان مصلحت‌های مفید دادند. در چهاربین کارمندان ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه مراسم عقد نکاح نوخانه‌داران را در وضعیت تنتنوی گذرانیده در حضور اشتراکیان با آنها شهادتنامه عقد نکاح را سپردند. در آخر چهاربین برنامه ادبی بخش فرهنگ نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه پیشکش حاضرین گردانیده شد. در شهر دوشنبه المپیادای جمهوریوی فنی خوانندگان صنف‌های 7 و 8 مؤسسه‌های تعلیمی آغاز گردید. این المپیادا در مکتب بین‌المللی پرزیدنتی جریان گرفته خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های کشور را به هم آورد. ادامه موضوع در گزارشی همکارانمان. در مراسم گشوده‌شوی المپیادای جمهوریوی فنی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی برای صنف‌های 5، 6 و 7، 8 نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و مرکز دریافت و رشد استعدادها سخنرانی نموده ابراز داشتند که یکی از وظیفه‌های افضلیتناک دولت در ساحه معارف تأسیس دادن نظام مؤثر تحصیلات، مهیا کردن شرایط برای تعلیم و تربیت، دریافت، دستگیری و رشد استعداد خوانندگان بالیاقت می باشد. نتیجه همین تدبیرهای حکومت است که امروز بار اول المپیادا برای خوانندگان صنف‌های 5، 6 نیز راه اندازی گردید. امسال در دایره اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، المپیادا در برابر فن‌های جمعیتی گومانیتری اینچنین فن‌های طبیعی ریاضی را نیز در بر می‌گیرد. المپیادا امروزه از 13 فن تعلیم برگزار کرده ایستاده است و خوانندگان رقابت سالم می‌نمایند و بهترین ها یعنی در دور جمهوری جا میگیرند و با مدال و دیپلم ها قدردانی کرده میشوند. در المپیادای جمهوریوی فنی خوانندگان از تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری اشتراک نمودند. طبق اطلاع مسئولین سال از سال دایره فراگیری این المپیادا وسیع‌تر می شود. امسال شماره اشتراکچیان آن به بیش از 1000 نفر برابر است. همه آنها کوشش دارند که دانش و ملکه خود را نشان دهند و صاحب جایهای افتخاری گردند. بار اول است که در المپیادا از فن زبان انگلیسی اشتراک می نمایم. منتداری خود را به معلمان عزیزم می رسانم که با من تیاری جدی دیده من امروز در المپیادا اشتراک می نمایم.
امیدوار هستم که آزمون به طور شفاف می‌گذرد و به همه خوانندگانی که در آزمون مذکور اشتراک می‌نمایند برای کامل می‌خواهم. بغیر از اشتراک در المپیادهای جمهوریوی در آزمون بین‌المللی که طریق آنلاین گذشت اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتم. من مینتداری خودم را به اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان و نورسان چنین شرایطها را فراهم آوردند. باید گفت که دور جمهوریوی المپیادای فنی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی 2 روز ادامه کرده غالیبان با مدال و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی خواهند شد. در برابر این به خوانندگان غالب آمده برای داخلشوی به مؤسسه‌های عالی کسبی کشور طریق مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امتیاز داده می شود. باید گفت که عین حال در جمهوری 24 المپیاده و آزمون‌های جمهوریوی با فراگیری 5000 خواننده عمل می نمایند که در مقایسه با سال 2010 المپیاده و 4000 خواننده زیاد می باشد. بینندگان عزیز، این بود نشر جنبستی با اطلاعاتی نوید که مستقیما منظورتان گرداندیم. تنسیتی و خانه آبادی شما آرزوی همیشگی ماست. خیر.